با مقصد اجرای دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد منبعی استحصال محصولات کشاورزی و زراعت‌های پالایشی مخصوصاً خربوزه در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشور در شهر حصار نیز عید خربوزه و عسل دایر گردید. کشاورزان خواجگی و جماعت‌ها محصولات پالایشی و خوراک‌های ملی خود را در این چهاربینی ادانه به نمایش گذاشته بودند. ساحه کشاورزی و زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی همیشه مورد توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و گذراندن چنین چهاربینی‌ها محض برای رشد منبعی آن روانه گردیده است. کار با زنبوری عسل بسیار کاری وزمین میباشد ولی با درآمد هم دارد. من مدت 30 سال میشه که در هر یک معرکه‌ای که عیدهای نوروزی که میشود یا که من معرکه‌ای که امروز روزی عسل هست ما اشتراک میکنیم. زیاده از 80 خانه زنبوری عسل داریم. فرزندان همه یاردم میکنن. البته کاری اساسی من این نیست. من خودم دیگه کار خیلی مشغول هستم. بیرون از کار وقتی خودگی خیلی با همین کاری زنبوری عسل مشغول میباشیم. در آینده فرزندان من کلان شدگی نصیب باشد با زیاد میکنیم. کدام کسی که مرحمت من اگر مخلص باشد خواهد در این کار دوام دهد ما تیاریم که همکاری کنیم. رشد ساحه کشاورزی در تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت موقع نمایان دارد. باید گفت که گذراندن چنین چهاربینی‌ها از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار این همه با دستاوردهای نظررس استقبال گرفتن جشن‌های ملی مملکت میباشد. باید گفت که امروزها در شهر حصار به رشد عسل پروری و زیاد گرفتن حاصل تربوز و خربوزه توجه مخصوص کشاورزان ظاهر می‌گردد. ایدی خربوزه عسل کدو من مثال چند نمودی خربوزه جدا کمش دست 800 نمود زیاد محصولات خربوزه از مردم برآورده که از نرخ بازار 50% ارزان‌تر. کشاورزان شهر حصار حرکت میکنند که با پیشواز جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کشت و کار محصولات را زیاد کنیم با نظر به این سالهایی که پیش با زیادتر کرده حرکت کنیم که بازارهای جمهوری با محصولات تامین نماییم. در آخر چهاربینی برای سهم مناسب و رشد انکشاف ساحه کشاورزی، تامین امنیت اوضاع‌قواری و برای اشتراک فعالانه از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار به عسل پروران و کشاورزان پیشقدم افتخارنامه و تحفه‌های پولی و مالی سپرده شد.